Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur, döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur, döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz. هی بابا داداش بسه دیگه. اینقدر خودتو ناراحت نکن. حتما ندیده بهش زنگ زدی. ببینه قطعا سریع زنگ میزنه. مشکل من این نیست که چرا بهم جواب نداده دروک. چیز دیگه ای هست؟ چه میدونم، اینکه رابطمونو مخفی میکنه، اینکه نمیذاره برم دنبالش. یه ماه هم از که خونه خودش نمیمونه. الانم که اینطوری نمیدونم دیگه چیکار کنم. خب چه نتیجه از اینو میگیری؟ انگار حیات یه چیزایی داره از من مخفی میکنه. مثلا چی؟ نمیدونم، گفتم که فقط حس میکنم. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ معلومه که به عشقم اعتماد میکنم. چیز خب بسیار خوب دوست عزیزم، ما چند تا خبر برات داریم. به نظرم بهتره اول حالشو بپرسیم. اینطور فکر نمی کنی؟ چطوری باید باشم اصلی؟ یعنی به خاطر اینکه اونو میدونم میرم سر اصل مطلب. خب فقط نمیدونم کدومش خوبه کدومش بده. بگو ببینم. بگو با خبر بده شروع کن، من دیگه عادت کردم. باشه. مادرت این موضوع سوناپکتاش رو از طریق چیدم فهمیده. یعنی چیدم همه چی رو میدونه خیر سرش. چطوری؟ فقط همینو کم داشتم. خب نتیجه چیه؟ ما بررسی لازم رو انجام دادیم. اون دختر موزرده مستقیم رفت پیش توبا، ولی چون اونم فکر میکنه خاله امین مادرت نیست سوقاتی کرده و خودشو مادر تو میدونه، برای همین یعنی به طور خلاصه دیگه اصلا مشکلی نیست. یعنی همه چی حله. تو با چیدمو کنف کرده. خب ما به درود زنگ زدیم، بعد فهمیدیم که مرادم از چیزی خبر نداره. مادرم چطوره؟ شوکه شده و عصبانی. منم همینطوریم. برای همین نمیخوام برگردم خونه. یعنی چی؟ همین که گفتم. چرت و پرت نگو دختر. به مامانت چی بگی؟ قبل اینکه بگه دیگه نمیخوام ببینمت باید بهش فکر میکرد. دختر کجا میخوای بمونی خدا حفظت کنه؟ نمیدونم، جایی ندارم که مسافر خونه ای چیزی. من یه مهمون خونه رایگان میشناسم. بله. همه چی رو به راهه؟ به نظرت هست؟ باش، سوالو عوض میکنم. به چیزی نیاز داری؟ میشه زمانو به عقب برگردون؟ متاسفانه نه. به جای اون میتونیم جای کتری رو نشون بدیم و پتو بدیم. یه نگهبانم جلوی در میزنیم که راحت بخوابی. شالو؟ رفته بگرده، الان دیگه پیداش میشه. کاش به خاطر من جدا نمیشدی. ببخشید تو رم زابه رو کردم. من بخوامم اون تو رو تنها نمیذاره. هر جا بره برمیگرده پیشت. باز اگه چیزی نیاز داشتی من بالام، کافیه صدا میکنی.
میخوای در رو ببندم؟ باشه. حیات، واقعا ازت معذرت میخوام مراد. تلفنتو جواب ندادم. اونو بیخیال. تو خوبی؟ همه چی رو به راهه؟ آره تقریبا. حیات، فقط یه چیز میخوام بدونم. یعنی کسی با تو کاری کرده؟ یعنی کسی اذیتت کرده، ناراحتت کرده؟ نه اینطوری نیست. حیات، بله. من اینجا، میدونی؟ فقط کافیه بهم زنگ بزنی. خودمو سریع میرسونم، هر جا بخوای، هر جا بگی. یعنی هر کاری بتونم برات میکنم. میتونم تصور کنم چه فکری در موردم میکنی، اما واقعا نمیتونم بهت بگم. خیلی خستم، دیگه توانی ندارم. فقط به زمان نیاز دارم، همین. میخوای بیام پیشت؟ اگه نخوای میتونیم حرف نزنیم، با هم سکوت میکنیم. خب تو بغل من استراحت میکنی، همدیگه رو بغل میکنیم و میخوابیم. پیشنهاد خیلی خوبیه، اما دیگه حال ندارم. یعنی این صحبتمون ممکنه بخوابم. باشه پس، چون خسته ای سوالی ازت نمیپرسم. اما حیات، میدونی که در مورد اتفاقای امشب باید همه چی رو بهم بگی. آره میدونم. دوست دارم. منم دوست دارم عشقم. دیشب نتونستم تا صبح بخوابم. نشستم فکر کردم. منم. دیگه ذره‌ای برام مهم نیست که تو چی فکر میکنی. هیچ راه دیگه ای نداری. استعفا بده. وسایلتو جمع کن. برمیگردیم شهر. من به خاطر اینکه این اتفاق نیفته تو باطلاق این دروغ افتادم. خب منم دارم راه چاره بهت نشون میدم دیگه. تا اصل موضوع رو نفهمیدن فرار میکنیم میری. من هیچ جایی نمیرم. چی؟ همین که گفتم. استعفا هم نمیدم، وسایلم هم جمع نمیکنم، گریسونم بر نمیگردم. دخترم دیوونه شدی؟ نمیتونین منو مجبور به زندگی کنین که نمیخوام. دخترم باشه، ولی این زندگی که الان توشی زندگی تو نیست. ای بابا، تو دوست داری منو مجبور کنی به بابات زنگ بزنم؟ آره بزن، اونم بیاد. اصلا کل فک و فامی رو بگو بیان، من بر نمیگردم. اگه نیاز باشه کل عمرمو تو این ماشین زندگی میکنم، ولی نمیام. بذار بفهمم از سوناپکتاش نیستم، بندازنم زندان، ولی بر نمیگردم مامان. دخترم عزیزم، قربونت برم، تو رو خدا دیوونه نشو. بشین خوب فکر کن. آخه این چه کاریه که میکنی؟ فکر کنم؟ من روزا و شبا و هفته‌ها فکر کردم. از وقتی این دروغو گفتم به این فکر میکنم. دیشب نخوابیدم تا صبح داشتم به همین فکر میکردم. تو فکر میکنی من خوشحالم؟ برای یکی مثل من زندگی با همچین دروغی راحته؟ ولی من میدونم چرا این کارو کردم. به نظرم تو باید فکر کنی که چرا منو مجبور کردی که دروغ بگم، چون من همچین آدمی نبودم.
وضعیت خونه چطوره؟ فعلا همه چی خوبه. مادرم چی؟ عصبانی، خشمگین و بی‌حوصله. جانم این سه تا همشون یه معنیو دارن. خب دیگه منم به خاطر اینکه هم معنی بودم با هم گفتم. خیلی خب تو اینو بگو ببینم که وضعیت شرکت چطوره؟ مراد اومده دعوا نکردین؟ نه هنوز نیومده. منم دعا میکنم معجزه‌ای چیزی بشه و نیاد. آخه چرا عزیزم؟ چون میدونم چه بلایی سرم میاد. تو آخرین تلفنمون خیلی خوب با هم رفتار کرد، اما گفت منتظر بهش توضیح بدم و مرادی که من میشناسم تا توجیه نشه دست از سرم بر نمیداره. اگه بپرسه دیشب کجا رفتی چی بهش بگم؟ دخترها مراد داره میاد، باید قطع کنم. صبح خیر آقا مراد. صبح خیر. چالی نیست؟ از پایین صداش کردن، یکم دیگه میاد. قهوه‌تون رو همین الان میخوام. نیازی به قهوه نیست. بیا اتاقم، زود باش. باشه. باشه هرچی بگی حق داری. کاری که کردم زشت بود حیات، ولی لطفاً به هم فشار نیار. مراد شب بدی داشتم، نمیتونم هم توضیح بدم. حیات ولی تو خودتو چیز نکن. من از دیشب با خودم درگیرم و کلی خودمو تنبیه کردم. البته میدونم حق داری عصبانی باشی، اگه بخوای میتونی عصبانی بشی دیگه. چیکار کنم؟ تحمل. اگه اجازه بدی میخوام بدونم حالت چطوره. چی؟ یعنی چی؟ فقط همین؟ البته فقط همین نیست. یکم هم دلم برای تنگ شده بود. واسه بوی تنت و همینطور واسه موجهات. بله بیا تو. خب حیات خانم، ما بعداً دوباره به این موضوع رسیدگیم. بله چالی گوش میدم. ببخشید جون رئیس جون. ببخشید رئیس جون. من اومده بودم برنامه روزانه‌تون رو بهتون بگم. بذار حدس بزنم. مشکلی پکه، درسته؟ راستش مغزم داغون دروک. من که هیچی نمیفهمم. هر روز یه ناز یه افاده دیگه، نمیدونم چی کار کنم. داداشون ببین، تو داری این بازی رو اشتباه بازی میکنی. قانون طلایی اینه کسی که فرار کنه دنبالش میاد. من نمیتونم از این پک فرار کنم. مگه میشه؟ امکان ولی نداره. اون از تو فرار میکنه، تو هم همش دنبالشی. یه بارم برعکسش کن، مگه چی میشه؟ فهمیدم. دقیقاً داداش، با این فکر مثل خودش رفتار کن، ببین اون وقت چی کار میکنه. فکر خوبیه. باشه منم زنگ میزنم، یکم براش ناز میکنم. باشه نه داداش، زنگ منگ نداری. من دارم میگم باید مثل خودش باش رفتار کنی. تا اون زنگ نزنه تو هم بهش زنگ نمیزنی. ولی دلم براش تنگ شده. زنگ نزنم. باشه پس زنگ نمیزنم. بذار اون بهم زنگ بزنه. اینو یکم اینو. شت، گنجش کوچولو، زود باش اینا رو ببر. تعریف کن ببینم، اولین قرارتون چطور بود؟ همدیگر رو بوسیدین؟ چقدر بهت نزدیک شد؟
نمیشه. بهش گفتی اینو؟ نتونستم بگم. اوه وای بیبی. نتونستم بگم چون اونجا نبودم. وسط قرارمون پا شدم رفتم. امکان نداره دعوا کردی؟ نه، یه مسئله شخصی بود. نتونستم بهش توضیح بدم. مراد پس چی کار کرد؟ یعنی الان دیوونه شده؟ دوباره شروع کرده به شکنجه تو؟ نه، خیلی هم خوب رفتار میکنه. اوکی؟ منم نفهمیدم چی شده تو بخوره. گنجش کوچولو، خبر بدی برات دارم. این یعنی آرامش قبل از طوفانه؟ اگه یه مرد جایی که باید مثل شیر رفتار کنه، مثل آهو رفتار کنه، حتما برای یه چیزی احساس گناه میکنه. مراقب باش. چراغ قرمز، اخطار. خب امشب پارتی داریم آره؟ پارتی؟ امروز سومین چهارشنبه ماه دیگه. ببین در اصل چهارشنبه مقدس. آفرین داداش. ولی دیگه اوضاع عوض شده. میدونی که مجرد نیستم. یکی در مورد من حرف زد. همه چی رو شنیدم. سلام بامبی، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ خب این چهارشنبه مقدس حالا چی هست؟ یه چیزی بین من و داداشم. بین شما؟ داداشم منظورش مسائل مردونه است حیات جون. پس من مزاحم حرف زدنتون نمیشم، میرم. در ضمن باید برای برنامه امشب آماده باشیم. میدونی که مکان همونجاست دیگه. به همه خبر بده. امشب خونه من جمع میشیم. خب بگم ساعت چند اونجا باشم؟ میدونی دیگه اینجور پارتی ها رو نمیشه قبل از تاریکی هوا شروع کرد. شما برای امروز برنامه خاصی داری؟ آره، اشکالی داره؟ نه عزیزم، چه اشکالی؟ من فقط کنجکاو شدم. با اجازت. داداش خیلی نامردی. چی بهت بگم آخه؟ من چیکار کردم؟ تو شروع کردی من ادامه دادم دیگه. والا به نظر من هر زنی در مقابل این حرفا نگران میشه و اعتراف میکنه که دیشب کجا بوده. آره. ایپک. با ایپک مثل خودش حرف بزن. بفرمایین. چته منم ایپک. خیر باشه. خیر باشه یعنی چی مردی که مگه من دوست دوران سربازیدم؟ نگرانت شدم گفتم صداتو بشنوم. آخه امروز زنگ نزدی. آخه من چرا باید زرت و زرت بهت زنگ بزنم؟ کرم تو چه مرگت شده؟ ببینم چیزی خورده تو سرت؟ ببین وقتمون نگیر، زود باش دیگه، کار دارم. وایسا قطع نکن. چی شده ها؟ چیزی نشده، میگم کار دارم. کار. زود باش دیگه، خدا بهت وقتمون نگیر. خیلی خوب باشه جونم. ببینم تو چرا حوصله نداری عزیزم ها؟ ایپک این حرفا چیه دیگه جونم عزیزم؟ من از این سوسول بازی‌ها خوشم نمیاد. باید به این چیزا خوب دقت کنی. باشه. من که نفهمیدم چی شده ولی باشه خیلی خوب دقت میکنم. باشه قطع میکنم. میبینمت. عجب. اینو ببین دروک. اینم به لیست اضافه کن. باشه. آقا مراد، میدونم الان ساعت کاریه ولی باید از داداشتون تشکر کنم. اجازه هست؟ موضوع چیه؟ البته که ایپک. دروک واقعا دمت گرم. نمیدونم پروفسور رابطه ای یا نه دکتر عشقی، ولی از این به بعد فقط به حرف تو عمل میکنم. به دردت خورد داداش؟ البته کاره. برای اولین بار قبل از اینکه من زنگ بزنم ایپک بهم زنگ زد. منم براش اون فیلمو بازی کردم. بعد تلفن رو روش قطع کردم. حل شد، رفت، تموم شد. پس موضوع خیلی عمیق بود. به هر حال شب با همین در مورد شب نیست. داداش میگم حالا که کرمم اینجاست در مورد شب یکم با هم حرف بزنیم. چهارشنبه مقدس.
آره امشب شب بزرگیه. یه شب خاص. بله خب امشب چی کار کنیم؟ یعنی تو چی دوست داری؟ خب خودت خوب میدونی که من جوجه ها رو دوست دارم. خوب شیرین باشن، یعنی عین عسل باشن. اگه ایتالیایی باشن که خیلی خوب میشه، چون میدونی که اینجوری برای من خیلی لذیذه. چی؟ خجالتم نمیکشه. ایتالیایی چیه؟ عشق خوشگلت اینجا وایساده. خدا چشمتو کور کنه. منظورش از ارگانیکم اینه که طرف حتما بوتاکس نداشته باشه. نخند نکنه میخوای همه بفهمن. جاجا چیه؟ چه اشکالی داره؟ مثلا منم رون دوست دارم. خب بشنون چی میشه؟ راست میگه دروک. منم سینه دوست دارم. یکم هم بزرگ و دندونگیر باشه که دیگه عالیه. من بهترین سینه رو برات جور میکنم، نگران نباش. بسپارش به من استادم. ایو فرو. وای بچه ها، میدونین چی شنیدم؟ چی شنیدی؟ اینا دارن در مورد یه چیزایی حرف میزنن با خنده و پچ و چه میدونم این حرفا، چیزای بد. خب امروز چهارشنبه مقدسه، میخوان دوره هم جمع بشن. وای صورتم سرخ شده. مراد ایتالیایی دوست داره، یعنی عشقش به این گلی اینجا وایساده، اون وقت دنبال بیشور. خیلی زشته. همشون بی حیان، همشون. اصلی آقا دروک هم رون بزرگ دوست داره. ببینم از هیکلش خجالت نمیکشه؟ ایپک منو ببخش عزیزم. مرادم میخواد برای کرم یه سینه بزرگ جور کنه. بی شرف نامرد نقطه ضعفو گفته. اینا امشب برنامه دارن. پس کرم واسه همین با من بد رفتاری میکنه. چرونا بی شخصیتای پست. مرادی بد. خواهرا باید این مشکل رو حلش کنیم. آره البته خواهرم. من الان میخوام با اون کرم که این چیزای زشت دوست داره حرف بزنم. منم به اسم دوست پدر دروغو در میارم. منظورم اینه که یعنی ازش حرف میکشم ببینم موضوع چیه. آره باشه بچه ها، موفق باشی. تو هم همین در میارم. از اینجا بریم، از این طرف. سلام. طبقه چندم میرین خانم؟ چرا پرسیدی؟ چی کار میکنیم؟ اگه از تو آسانسور موندن نمیترسی؟ نه خیر، الان از هیچ آسانسوری نمیترسم. در ضمن مگه نگفتی تو پیشم باشی من چیزیم نمیشه؟ هنوزم اینو میگی؟ یعنی چیزی تغییر نکرده؟ الان یه بار دیگه سوال تو واضح بپرس. تو نسبت به من، یعنی ما، چیزی بینمون تغییر کرده مراد؟ به جز این که هر روز بیشتر عاشقت بشم، نه چیزی تغییر نکرده. واقعا؟ واقعا. پس شب چه برنامه‌ای داریم؟ اگه نمیتونیم چرا؟ تو برنامه دیگه ای داری؟ اگه هست کجا؟ کی؟ با کی؟ یعنی امشب چی کار میخوای بکنی؟ به جای سوال پرسیدن باید به هم جواب بدی، میدونی که؟ برای همین چی کار میکنیم؟ همه که علامت سوالا رو پاک میکنیم و از زندگی لذت میبریم، درسته؟ یه دفعه نفسم گرفت. ایپک
برای اینکه تو رو تو این ساعت کاری از سر کار بیارم بیرون نیاز به نامه رئیس جمهور بود. دلمون تنگ شده بود آقا. نه بابا. چی؟ وای تو برای من چی شد؟ دلتنگ شدی تو برای من؟ چیه مگه؟ این ادا اصولا دیگه چیه؟ مثل فیلمای کمدی داری ادا در میاری. یه لحظه تو دلت برای من تنگ شده و دعوتم کردی قهوه بخورم. ها بله. میخوام با دوست پسرم قهوه بخورم. دلتنگش شدم. باش عزیزم، دلتنگ شدی که شدی، دلتنگت شدم. نه عزیزم، نه جونم، عشقم نمیتونم، من این چیزا رو تحمل نمیکنم. این فکر چی شده؟ زود باش بگو کشش ندید. من کی بهت گفتم عشقم کردم ها؟ درس این رفتارا دیگه چیه؟ مرتی که منظورت چیه؟ ببین خانم چیکار میکنی؟ بیا منم زدم. میبینی منم زدم صداش بیشتر بود. تو قرن 21 هستیم، این دیگه چه رفتاریه؟ میزنی رو میز با دوست پسرت بد رفتار میکنی ها؟ اصلا قشنگ نیست. باشه کرم جان، باشه عزیزم. آی ببخشید عزیزم، نباید بهت میگفتم جونم. میگیم ای خدا تو. باشه میگیم جونم. ببخشید اشتباه کردم، معذرت میخوام. ببین یه سوالی میخوام ازت بپرسم کرم جان. بپرس زود باش، وقتمو زیاد نگیر. شب هم دیگه بریم بیرون؟ باشه. نه نمیشه. شب نمیشه. شب کار دارم، بیزیم. تو چی کار داری که بیزی؟ مردی که ها به جز من زندگی دیگه هم داری؟ درویی ها، به خدا درویی، خیلی درویی. نه ای فکر جان این چه حرفیه؟ تو هر رابطه یه سری چیزای خصوصی و شخصی وجود داره. با دوستام قرار داره. این دوستا دیگه کیان آقا؟ من چرا نمیشناسمشون؟ ببینم برنامه‌ای دارین؟ چرا من از برنامه‌ات خبر ندارم؟ چرا بهم نمیگه چه خبره؟ بس دیگه. یعنی چی اینقدر فشار میاری؟ من اصلا خوشم نمیاد. من آدم آزادی هستم، آزادی رو دوست دارم. من دیگه میرم. محمد بیا اینو بگیر. میبینمت. بوس گوف. بیا. بفرمایین مراد خان. راستش چالی ازت میخوام تمام قرارای فردا صبح و بعد از ظهر رو به پس فردا موکول کنیم. اما فردا ساعت 10 آقای کان و آقای دنیز میخواستم برای بازدید مکانش روی لباس تشریف بیارن. چاره دیگه نیست؟ یا پس فردا یا عصر همون روز قرار بذاریم. گفته بودین مهمه. میدونم، ولی شب کار مهمتری دارم. نمیدونم شب ساعت چند کارم تمام میشه. احتمالاً تا صبح طول میکشه، برای همین نمیخوام بدقولی کنم. لطفاً کاری که گفتم انجام بدید. با اجازتون. چطوری دختر عسلی؟ ممنون دوستم، تو چطوری؟ میدونم سر کاری، بر همین زیاد مزاحمت نشم. امشب بیا با هم بریم یه جایی، بیلیاردی چیزی، هر چی تو بخوای. من به خاطر تو ستاره ها رو میچینم. آها. فقط برای امشب برنامه دیگه ای دارم. مو قرمزیم. چه برنامه‌ای با کی، کجا، چی کار میخوایم بکنیم؟ ساعت چند تموم میشه؟ بسکتبال؟ حتما بسکتبال دیگه. میخوایم با بچه‌ها چایی بخوریم؟ چی میخوایم بکنین آخه؟ چند نفرین؟ بیشتر از 10 نفر. تو تنها باش، برو خونه زود بخوابه. حرف بزنیم، یکم تعریف کن. نه آزمی جان متاسفم. یعنی بعضی چیزا رو میشه برای دوستای صمیمی تعریف کنی، بعضی چیزا رو هم نمیشه، مگه نه؟ همونطور که گفتم انجام میدیم. حالا که اونجا رسیدیم بیشتر برای توضیح میدم، باشه؟ نگران نباش، تو نوت برداری تو کن. ابراهیم چه خبر؟ چطوری؟ چی کار میکنی؟ باهات حرف زده بودم در مورد حیات. چی کار کردی؟ بهش توضیح دادی؟ چیده؟ کار دارم، میبینمت. بریم. اینو ببین تو را خدا.
اگه من چیدمم یه فیلمی برات بازی میکنم که یه دفعه ببینی وسط بازی هستی. بیا. وقت داری مراد؟ در مورد چی؟ کار. بشین. خب گوشم با توه. من میدونم ایده های جدید شرکت رو کی دزدیده. چی میدونی؟ اون تبلیغات های شرکت رو میگم. یعنی میدونم کی به سارت خیانت کرده. خب کی؟ نامادریت، یعنی دریا خانم. تو متوجه چی داری میگی؟ ببین میدونم خیلی دیوونه کننده است ولی حقیقت داره. چیدن اگه باز داری از اون فیلمای احمقانت بازی میکنی بدون که داری اشتباه میکنی، چون اون کسی که داری در موردش حرف میزنی مادر داداش منه و همسر بابا. واقعا دروغ نمیگم مراد، دارم راست میگم. مامان دریا آخه چرا باید همچین کاری بکنه؟ ببین درکت میکنم، یعنی منم اگه جای تو بودم باورم نمیشد که یکی از اعضای خانواده‌ام بتونه از پشت بهم خنجر بزنه. این تهمت بزرگیه، نمیخوام دیگه گوش بدم. باشه، میتونم ثابت کنم. پس ثابت کن. منتظر باش، به وقتش با گوشای خودت میشنوی که به دروغ نگفتم. خب دیگه با اجازت، موفق باشی. چی شده؟ چرا جلوی در منتظری؟ من همه فکرامو کردم. خب؟ موضوع شکافتم و به همه چی فکر کردم. از همه جوانب به موضوع نگاه کردم و تصمیم نهایی رو گرفتم. خب نتیجه؟ از کارت میای بیرون حیات. صبحم گفتم که من از کارم بیرون نمیام. پس برمیگردیم شهر. بمیرم بر نمیگردم. ببین یه کاری نکن به بابات زنگ بزنم. سلام منم برسون. ببین همه چیو بهش میگم. زحمت نکش، خودم میگم. آخه مشکل تو چیه؟ درد چیه دختر؟ من عاشق شدم مامان. راستی اون فیلم های ما چی شد دروغ؟ کدوم فیلم ها داداش؟ فیلم دوربینای امنیتی سارت. ها اونا؟ چی کارش کنم؟ یعنی فکر کنم یادم رفته تو خونه موندن. حالا چرا پرسیدی؟ هیچی، میخوام بدونم کی این کارو با ما کرده. به هر حال حتی اگه نتیجه هم نده نباید جستجو رو ول کنیم. میدونی که دروغ خطرناکه، خیلی خطرناکه. بی خیال داداش، انقدر گیر نده. ببین حالا که به نفعمون تموم شد، چون تبلیغات دومی از اولی خیلی بهتر بود، کلی هم سفارش گرفتیم. بی خیال شیم به نظرم بهتره. برین کنار من اومدم. برین کنار. هر چی تو لیست بود خریدم. داداش کرمتون اینجاست، بگین از کجا باید شروع کنیم. زود باشین. چیکار کنیم؟ از ظریف‌ترین نکته یه مهمونی شروع میکنیم. بادی پارتی رو بهتر کنیم مگه نه؟ معلومه حواس همه یه جای دیگه پرت میشه. آره درسته. کجاش نشدی؟ تو محل کار. دوستش داری؟ خیلی. اون چطور؟ اونم منو خیلی. میگم
خوب شناختیش؟ اطمینان داری؟ آره، آدم خیلی خوبیه. یه مرد واقعیه. تو کی اینقدر بزرگ شدی دخترم که عاشق شدی؟ تو نمیخوای قبول کنی وگرنه من دیگه بزرگ شدم. برای همین بمیرم هم نمیتونم ازش جدا شم. حقیقتم نمیتونم بهش بگم، چون اگه بگم مردیو که دوست دارم از دست میدم. من تحمل جدایی ازش رو ندارم. دخترم، آی عزیزم، هر بهونه‌ای داشتی مقابلت وای میستادم، ولی جلوی عشق نمیتونم کاری بکنم. تو الان پر و بال منو شکستی. من الان چی باید به تو بگم؟ چی باید بگم؟ دخترم، ببین عزیزم، کسی که عاشق درک میکنه باید درک کنه. اگه حتی یه روز واقعیت رو فهمید و تو رو ترک نکرد، اون وقتی که من به این رابطه میگم عشق. خیلی میترسم. باشه 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 دخترم. ببین، تو الان میترسی که این مرد غریبه رو که 3 روزه میشناسیش از دست بدی. پس من چی کار کنم؟ تو دختر منی، جون منی، خون منی. ببین، پسره رو بشون جلوت، خیلی قشنگ حرفاتو بهش بزن. باشه؟ آی. خوبه. به نظرم تمومه. به نظر منم. یه لحظه پرده ها. آفرین داده. وای، من نمیتونم تو خونه بشینم، اصلا نمیتونم تحملش کنم. دخترم، باید هر جور شده بریم و ببینیم امشب اونجا چه خبره و چی کار دارن میکنن. بله، تو با خاله امینه حرفاتو زدی، انرژی گرفتی، یه خونه تازه تو رگا جریان پیدا کرد. آسی، تو چرا موضوع عوض میکنی؟ معلوم به سردسته کی آقا مراد هر ستاشون برای امشب ما رو پیچ کنن. یعنی نمیتونی این موضوع بفهمی؟ نه، دروغ راست گفت امشب نمیتونم، مشغولم. منو نپیچون. زنگ بزن آسی، به دروغ زنگ بزن. بالاخره تو چه صمیمیه، میتونی ازش شماره بگیری، مشکلی نیست. آمار بگیر ببین چه خبر، زود باش. زنگ میزنم ولی چی بگم؟ ردیفه دیگه. الان فقط یه حمله بود. تو هم داری به همون فکر میکنی؟ من چرا نمیتونم فکر کنم؟ 3 گفتم بکش میره. 1 2 3. عجبا، شما واقعا روباهید. زود باشین، منم خاموش میکنم. 1 2 3. اوکیه. دستگاه خاموش میباشن، لطفا پیغام. بچه ها طرف میگه اگه پیغامی چیزی داریم بذارین لطفا. شنیدی؟ خائنا تلفنشون رو خاموش کردن. فقط یه چیزی بگم، دروغ هیچ وقت تلفنشو خاموش نمیکنه. بایستی بچه ها، من الان موضوع رو از شعبه مرکزی پیگیری میکنم. کرم هیچ وقت تلفنشو خاموش نمیکنه، یعنی جرأت نمیکنه. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد، لطفا پیغام بگذارید. نه دیگه کرمه. نه بچه ها، نمیتونم به مراد زنگ بزنم و ازش حساب پس بگیرم. خدا لعنتتون کنه. باشه اگه جواب داد یه بهونه این میارم. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد، لطفا پیغام بگذارید.
نیازی به بهونه نیست چون گوشی اونم خاموشه. نه من نمیتونم اینجا بشینم. بریم بچه‌ها بهشون حمله کنیم. وایسا دختر، هنوز گربه از لونه‌شون در نیومدن. باید منتظر بمونیم. این همه وقت چی کار کنیم حالا؟ سریال نگاه کنیم نه؟ Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la la lay. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la